جنوب تهران در محاصره افغانستانی‌ها. 75% زایمان‌های تهران و حاشیه تهران مربوط به زنان افغانستانی است. 80% مدارس کشور به خاطر حضور اتباع افغان دوشیفته شدند. اینها فقط چند نمونه از اخباری است که البته شاید با چاشنی اغراق این روزها راجع به افغانستانی‌ها در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد که این اخبار و البته جریانی که در فضای مجازی شکل گرفته بیش از آن که ناشی از روحیه مهاجر ستیزی باشد، به دلیل نگرانی‌هایی است که جامعه ایرانی درباره روند رو به رشد مهاجرت‌های بی‌قاعده مهاجران افغانستانی دارد. آن هم در شرایطی که سیاستگزاران از یک سو سیاست مشخص و شفافی در قبال مهاجران ندارند و از سوی دیگر دولتی که با انبوهی از مسائل و بحران‌ها روبروست. حتی در مورد تعداد مهاجران افغانستانی نیز آمار روشنی از سوی دولت مردان ارائه نمی شود. در حالی احمد وحیدی وزیر کشور هفته گذشته گفته بود که حدود 5 میلیون تبعی افغانستانی در ایران حضور دارند که برخی منابع این عدد را تا 8 میلیون نفر نیز برآورد می کنند. با این وجود آنگونه که جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به جهان صنعت می گوید در حال حاضر آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد و هر کس اقدام به ارائه آمار قطعی کند طبیعتاً اطلاعات درستی ارائه نکرده است. در این شرایط میان کارشناسان نیز اختلاف نظرهایی در خصوص افزایش مهاجران افغانستانی وجود دارد. برخی بر این باورند که فرصت‌های حضور اتباع افغانستانی بیش از تهدیدهای آن است و گروهی نظر متفاوتی دارند. حسن فروزانفرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با جهان صنعت معتقد است که مهاجرت می‌تواند امر مبارکی برای اقتصاد ایران باشد، اما در شرایط کنونی از یک سو یارانه‌ها و ریخت و پاش‌های بی‌حساب و کتابی که باید در اختیار ایرانی‌ها باشد در اختیار آنها قرار می‌گیرد و از سوی دیگر این مهاجران به صورت غیرقانونی و به کارهای غیررسمی مشغول هستند که نه تنها مالیاتی نمی‌پردازند بلکه حتی گاهی مشکلات امنیتی یا مسائل فرهنگی آزاردهنده‌ای ایجاد می‌کنند. دکتر سیامک زندرضوی، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی، آنگونه که به جهان صنعت گفته افغانستانی‌ها میدان را برای نیروی کار ایرانی تنگ نمی‌کنند، زیرا بخش مهمی که این روزها به دنبال کار هستند زنان و مردان تحصیل کرده‌ای هستند که از انجام کارهای سخت و طاقت فرسا مانند ساختمان، کشاورزی و غیره اکراه دارند، مشاغلی که عمدتاً توسط مهاجران افغانستانی انجام می‌گیرد. همچنین دکتر سیمین کاظمی، جامعه شناس و پزشک، در گفتگو با جهان صنعت معتقد است که در حال حاضر رویکرد غالب در مواجهه با مهاجران همان رویکرد اقتصادی است که سود و زیان حضور افغانستانی‌ها را محاسبه می‌کند و فوراً از مهاجران تهدیدی وحشتناک ساخته می‌شود و عملاً نگاه نودوستانه به حاشیه رفته، در عوض نگاه متعصبانه و تبعیض‌آمیز قوت گرفته است.